میخوام یه داستان در مورد فروش آنلاین خودرو بگم. این داستان در ادامه صحبت قبلیمون در مورد کتاب الگوریتم. ایلان ماسک حوالی سال 2015 یه هدف خیلی بزرگ رو برای رشد فروش آنلاین محصولات تسلا تعیین کرده بود. اینکه فروش آنلاینشون باید در یه دوره کوتاه 20 برابر میشد. او این روش رو به کار می‌برد، یعنی اهداف بلند پروازانه‌ای می‌ذاشت که تیم به صورت اساسی روی مسائل کار کنند و همه فرض‌های قبلی رو زیر سوال ببرند. برای رشد 20 برابری فروش آنلاین، تیم باید اول بازار هدف رو خیلی خوب درک می‌کرد. تا قبل از اون سال این پیش‌فرض وجود داشت که اونایی که خودروی تسلا می‌خرن دو دستن، یا اونایی که دنبال عملکرد خیلی خوب ماشینن و اونایی که طرفدار محیط زیستن، یا ترکیبی از این دوتا. اما اولین کار تیم این شد که بره این فاز رو و این تقسیم بندی رو بررسی کنه. نتایج بررسی داده ها تیم رو سورپرایز کرد. مشتری‌ها رو میشد در 5 دسته اصلی جای داد، نه دو دسته. یک، اونایی که تکنولوژی نرم افزاری و اپلیکیشن براشون مهمه، مثلا دستیار رانندگی هوشمند خودرو براشون مهم بود. دو، اونایی که امنیت براشون مهمه، که بیشتر خانوم‌ها بودن و اهمیت در واقع امنیت توی تصادفات براشون خیلی مهم بود. سه، اونایی که عملکرد ماشین و شتاب زیادش براشون مهم بود و امنیت براشون اهمیت خیلی زیادی نداشت. چهار، اونایی که آلایندگی کمتر خودرو براشون مهم بود و خب قبلا برای این گروه مطالب خیلی زیادی توی وبسایت وجود نداشت. و پنج، در کمال شگفتی برای تیم یه عده‌ای بودن که جایگاه اجتماعی براشون مهم بود، کسایی که می‌خواستن اینجوری به نظر برسن که دارن مثلا یه خودروی در لبه فناوری و سبز و بدون آلایندگی می‌خرن. از همون اول مشخص شد که کارهای زیادی باید توی فروش آنلاین انجام بشه. محتوای سایت بیشتر در مورد قدرت و شتاب خودروها بود که خب فقط به درد یه گروه از خریدارها می‌خورد. با داشتن این اطلاعات، تیم سایت رو دوباره طراحی کردن. برای هر کدوم از انواع این در واقع مخاطبین یا پرسوناها یه تب جدا در نظر گرفتن که مشتری بتونه سریع متوجه بشه که تسلا براش انتخاب درستیه و کدوم مدل رو باید انتخاب کنه. فروش بالا رفت، ولی هنوز در اون حدی نبود که ایلان ماسک مد نظرش باشه. فعلا تا اینجای داستان رو داشته باشید و این پست رو سیو بکنید. توی پست بعدی میگم که در ادامه برای بیشتر شدن فروش و انفجار فروش در آینده چه کاری انجام دادم.